هل الرجل يقوم بذاته؟ احنا النسوة بدون نساء يا اخواننا؟ عدم مؤاخذة؟ لا. لماذا أنا مسلم؟ چرا من مسلمانم؟ چی به من کفالت می‌دهد که اسلام دین حقیقی است؟ آیا واقعا محمد رسول خداست؟ آیا قرآن در حقیقت کلام الله است؟ و عموما آیا الله در حقیقت وجود دارد؟ چرا ما از غیر مسلمانان آموختن اسلام و به آن ایمان آوردن را طلب می‌کنیم در حالی که آموختن دین آنها برای من ضروری نیست؟ برای چه چیزهای اسلامی وجود دارند؟ چرا در اسلام غلامی هست؟ برای چه فتح کشورها لازم است؟ چرا بدی وجود دارد؟ از چه سبب جنگ‌ها و زورآوری‌ها سر می‌زنند؟ چرا میان صحابگان اختلاف‌ها جای داشتند؟ آیا در حقیقت سنت پیامبر صحیح است و آیا پیروی به سنت برای من واجب است؟ اگر اسلام با عقل مخالفت کند من باید چیکار کنم؟ برادران عزیزم، امروز ما سلسله نوی برنامه‌ها را با نام سفر به سوی اعتقاد آغاز می‌کنیم. آیا ما به سوال‌های داده شده جواب‌های همه‌جانبه می‌دهیم؟ بله با اذن الله. ولی پیش از همه فکر را به ترتیب انداخته اساس‌ها را گذاشتن لازم است. اگر از هر باره که در سر ما سوال یا شبهه‌ای پیدا شود، اعتقاد ما به تردد آید، پس ایمان ما در این صورت مثل میزی است که پایه‌های نازک و ضعیف داشته، در صورت گذاشتن اشیاء ناچیز هم به آسانی تکان می‌خورد. کسی که ایمانش مثل این میز باشد، حالا از یک شبهه رهایی نیافته، به شبهه‌های دیگر مبتلا می‌شود و این گونه شخص لذت ایمان را نمی‌چشد. برعکس تا آن دمی که ایمانش کاملا شکسته نشود، در او شبهه‌ها جمع شدن می‌گیرند. همین طریق هدف اولین این برنامه بیان کردن اساس‌های درست است که ما در اعتقاد خود به آن تکیه می‌کنیم، اساس‌های قوی، استوار و قناعت بخش. و چون سؤال در ما پیدا شود، میز ایمان ما به برداشت آن تابوار خواهد شد و ما به دریافت پاسخ سؤال‌های پیدا شونده با شوق پرداخت خواهیم کرد و آن هم به خاطر آرام کردن دل. اگر پاسخ‌ها را بدانیم شاد خواهیم شد و اگر ندانیم آنها را به دایره آن چیز نسبت خواهیم داد که باید به چون و چرا پذیرفته شده بر ایمانی که اساسش توسط عقل ثابت شده است بنیاد می‌گردد. این موقع درست و عاقلانه است. با وجود ضرور بودن تسلیم شوی به چون و چرا، هرگاهی که کسی از ما را از منبع‌های داخلدار جستجو نماید، حتما جواب‌های قناعت بخش را به این سوال‌ها حاصل خواهد کرد. حتی که سوالی به میان آمده به تکیه‌گاهی نوعی تبدیل خواهد شد که انسان را به درستی دین اسلام باز هم قناعتمندتر می‌گرداند. طور دکتر محمد دراز گفته است: بدانید که هر شکی که درباره حقیقت روشن پیدا می‌شود، این حقیقت آن را به دلیل خودش مبدل گردانیده، آن را به قطار دلیل‌ها و حجت‌هایش علاوه می‌کند. پس از بنا نمودن این اساس‌ها، ما با اذن الله بر راه با شبهه‌ها چگونه مناسبت کردن می‌گذاریم. ما با سوال‌های به میان آمده چطور با طریق درست علمی و آرامانه مناسبت نماییم، بلکه ما حتی می‌توانیم بعضی آنها را به قدر امکان به تکیه‌گاه‌های نو که ایمان ما را افزون و تحکیم می‌بخشند تبدیل دهیم و سپس باز به این سوال برگشته از خود پرسیم: چرا این سوال‌ها عموماً در ذهن ما پیدا شدند؟ آیا پیدا شوی این سوال‌ها چیزی عادی است که با هر یک نفس انسانی روی می‌دهد، یا شاید بعضی از آنها علامت‌های شکست روحی باشد که ما از آن اذیت میکشیم؟ یا شاید مشغول شدن ما به بعضی از این سوالها نتیجه آن باشد که ما به خود و دینمان با چشم دشمنان ما مینگریم که توسط نظارتشون بر وسایط تاثیر و اخبار توانستند طرز تفکر، احساس، میل و چینک‌های ما را تا حد تغییر دهند که ما را وادار به آن میکند که زیبا را زشت و زشت را زیبا پنداریم. آیا چنین موقع یعنی به دشمنان ما اجازه دادن آن که سوالها و نسبت دینمان شبهه‌ها را برانگیزند، در حالی که ما با اشغال گاه و موقع دفاع و گاه حتی موقع شخص شبهه کننده اکتفا میکنیم؟ با شأن و شرف ما و استقلالیت انسانی ما موافق است؟ برنامه ما برای بنیاد قناعتمندی و همچنین برای احیای عزت اسلامی است. بیایید بر ریشه ها و اساس ها برگردیم. بیایید با اصل های زیرین آغاز کنیم: اثبات موجودیت الله عزوجل، سپس اثبات آن که محمد صلی الله علیه و سلم رسول خدا می باشند و قرآن کلام الله است. سپس این اصل ها را با راه آسان ولی قناعت بخش و جاذب با اذن الله اساسناک می کنیم. این معروضه های اولین به کی نگرانیده می شوند؟ به همه، به منکران الله، به کسانی که در
خصوص موجودیت او تردید دارند، به کسانی که در این خصوص شک میکنند و حتی به مؤمنانی که به خدا و پیامبرش ایمان عمیق دارند و به ایمانشان هیچ شکی آمیخته نمی شود. بله، چرا چنین است؟ مقصد چیست؟ آن چی نفع دارد؟ آن به من چی فایده دارد؟ از شنیدن این موضوع به من همچون مؤمن چی فایده می رسد؟ در اینجا سخن نه درباره تنها یک فایده، بلکه 6 فایده می رود. ما با اذن الله با آنها در معروضه آینده شناس و درباره آنها صحبت خواهیم کرد. عزیزان من، این معروضه ها اعتقاد را مستحکم می کنند، به قلب لذت می بخشند، قطبنامه را درست می گردانند، دلیل را قوی می سازند، قطعیت را بیدار می کنند و ما را با اذن الله برای مناره های هدایت کننده شدن کمک می رسانند. با ما باشید و السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله.